سلام. حالت خوبه مدینه خانم؟ بخشید خبری نشد؟ آقا شاب زنگی تماسی چیزی نداشت؟ هرچی از شو تالای سر زنگ زن آنش خاموشه. یعنی چی من؟ نوش. حالا دوباره تماسی باشه. آخرین بار چه باش تماس گرفتی؟ من دیشب تماس گرفتم. خاموش شو زنگ زن صبح زنگ زن حالا هم خاموش. نه. آخرین بار دیشب تماس گرفتم دیگه رفتم داخل کلانترینا وقت نکردن شد باش تماس بگیرم. داخل کلانتر هیچ داخل کلانتر هیچ چی نبود خبری نبود رفتم. نوش. بده نزنی. بشه. شهابه؟ نه حمیده اشغال شکنه. دوباره تماس بگیر شد. دستش بند باشه. صبح زنگ زن هم اشغالشه. حمیده خانم؟ دو تا بخی خواست اشغال شد. یعنی چی؟ خاموش صبح چیز نزن خاموش. The mobile set is off. اون خانم که دیگه مزاحم نشد. نه ده نومه ولی یکی تعبیرم چه حالا دست سرونه ارداد. انشالله آقا شاب هیچ مقصری نه. درست میگی درست. حالا انشالله آقا شاب هست زودتر پیدا میشه مثل ختم بخیر میشه. خواهش میکنم. الله بابانه الله بیا درد دم سه میکن. نه سه میکن مانی بابانه بابا گوشش خاموشه اینو نکنه. اصلا نیتران تویسان زایل مده کنه باید چی زن کنه باید زون نه اون تویسان صفا بشی بیا سر عکس خود کو نختمنی دیریش ببینه حالا مشکل به حمیده خانم چه گوشی رو مشغول میکنه قطع میکنه. شاید مادرش اونو صدار کرده باشه. گفتم از دیشب تا حالا دیگه وقت نکردم به آقا شاب زنگ بزنم. آخرین بار دیشب بود. بعد امروز صبح رفتن داخل کلانتری. فعلا گزارش دادن یه پرنده تشکیل دادن چی میشه. فعلا خبری اثری ازش نیست. سرنخی پیدا نکردن فعلا. الان ناراحت نباشه انشالله همه چی درست میشه. خواهش میکنم.
هم داخل چنانتایش تنها بیرم تو کامره چی با میرم بابایی کامره داخل چنانتایش پرسید خب باشه الان هر وقت خواستی بی همراهت میایم اونجا هم اگه تونستن کم فیلم برداری میکنم. بی زحمت صورتش رو تمیز کنم. باشه. آمدین خانم هر کاری رو انجام بده تا برین داخل کرانتینه پرسی کنیم. باشه در پله بشورو باشه. سایت در میاد. شیش اینجوری در میزنه گاهی. باید در باز کنی باید در اول در باز کنی نبیدی تا من 8000 بار در بزنم تا در باز کنی 1000 بار در باز کنی یه خونه کرمنه روز نه کرده ولی میخوام عايز زندگی کنم درست اومد زندگی کنی اما نه چیزی طوری زندگی کنی پس این خونه شرفته یه چیزی زندگی کنی هنجر میکنم بعد میدم شما تا یه دری زنی باز هم چیزی نباید نه تاز زندگی نه تاز روزگاری زندگی کنی شهاب کورنه پس ها باید چند روز نیست پس اگر عاشقش بیری اگر خوصیش پس چی بدینش نداری؟ میخوام چند روز چه ناراحت باشی اگر ناراحت بدین شیرن ماما ای بچه برام کدوم باید برم هیچ زانه نبلم یه اشاریم هیچ زانه نبلم ماما اون ساعت با ازدواج مخالف بریم سی همین مخالف بریم چیز بچه اشاری سوال نداری یه خوصیم یه چیز خمو بلیمش فرهنگی بود سوال داشته بود بتر بدین کارش برام بتر ما خنا شهاب گفتم بعد حالا مادر بزرگ
چرا فقط داری بهونه میای به مدینه خانم گیر میدی؟ خب مگه این خانم چه گناهی داره؟ خب این خانم هم گناه داره اگه همون چه عاشقش بی همون چه چنو بالا اوری صاباش ندیش تا مازدن فرهنگی دیرش همین هم با عاشقش با باز بدینش میخوام الان لباس عوض کردم منتظر آقا بیام که باید برم میزان نبلر میخواستم باید برم داخل جنازه خب همون سری خواستیم ما یه فرهنگی بدیمش یه چه خمسرا داشتیم چه فرهنگی بدیمش چه بهتر بدینش برای چه بهتر صاحب داشته بود چه هیچ کنه الان تو فقط دنبال بهونه که این بنده خدا گیر میدی. نه فقط داری بهونه گیر میای فقط. نه وقتی کارش حسابش برنامه رسید سنن آزورش یا آرام فشارش یا آرام مثلا چطوری بود مثلا چطوری همین کارها زندگی که همه انجام شد نه گول انجام میده نه الان مثلا دفعه بهشون بخوام مربوط به هیچ نه اثباتی نه نه ما مربوط نه بعد ما بخوام میره زندگی خب ما زندگی کنیم بنی ساختمون خیمان و خطرناک نیست ما فعلا اینجا حمیده نتمیزی کنم میخوام اونم بالایی باشه نه حمیده رو خرام دوری من چه استفاده کنیم مثلا حمیده گوش هستم اشغالی خب حمیده نه راست میگه خدا من شاهدم. جیش باش بر خود مثلا چه برخورد بدی با ایشون داشت الان داره گوشی رو روش قد میکنه. من چی بیده چه مثلا جیش برخورد داشته به همون چه باید از خاصیت که جیش برخورد داره همون باید خب من اینجا بودم هیچ رفتار بدی از مدینه خانم سر نزد چه اگه دیده باشم خب میگم اون روزی که مکم ببینه بیسی ندن من همون روز تالا بهش چی نگم ما به این خاطر ما مخالف بریم به همین خاطر چه گیریم سوال نداریم به همین خاطر چه گیریم همه آرام هستی که بی سواده با سواد هست با توی باش دعوا کنن نه چه خیلی نمیمونه تو نریسی چی نه خیلی ضعیفه چیز خیلی لاغر است خیلی ضعیفه در فکر نیست بچه هر روز مریضی بود از یه بچه 7-8 ماه چه توقعی داری؟ 7 ماه. جوش کنه لباس خوب پوشه چیز غذا خوبش بده حداقل همچه چی گفت زندگیش خوب انجام بده سنه خنی من تا احترام زندگیم ادامه ایدم بچه من خوب جاپوی کنم از اون نه زندگیم دخالت نه الان موضوع بحث ما آقا شهابه ما الان باید دنبال شهاب بجاییم مشیت کنیم باید چه ربطی به این مثلا 4 و 5 روزی نیستش الان داره تازه خواهم صبح زیر رفتم داخل چلانتری سیش آدرس ادام درسته پرونده تشکیل دادن الان پلیس و دادگاه الان پیگیرشه فامیلیت هم با آدرس برار یه انا خوش از اون آدرس درسته خاطر الان دست 4 رو بعد ما مثلا پیره به دادو امس تو بجدی الان میرم به شهرک بالا مثلا داره به شهرک هی دنبالش خب بعد خانم ببخش بعد تو شوهرت چیه مرد میزه با این خانم که بچه داره مقایسه میکنی خب یه پیرمردیه یه بابره های باشه یه خموس چه عاشقشه ما خواستم برم پاکو عاشقشه پاکو خواستم که قوسی ما خواستم برم تو اومای مزام بابی اگه ما خواستیم خواستیم بریم یا اومای درزی یه 4 روز نبیده الان خیلی بره باید هموسه به فکرش بری نه الان مکرونه بلر مکرونه میزانه بلر یه خبره چه بلد باید حالا خودم همراهش میرم باید بره باید هم چطور باید بدینش بجردی آرام بزوری چیزی نخبر کنی زنگ بزنی تا ما آرام بفرستیم انا با اسرائیل بلند بچه من هیترسی نه بچه همین بترسه بچه مانه یه 3 دفعه 4 دفعه یا 6 دفعه من بچه‌م بزرگ شدم بچه مونه بچه سونیم به ها بچه مونه بچه سونیم اینطور که معلومه بچه تان این خسیته میگم بچه تان خسیته نه نه این رتی کنی میره رتی کنی میره من اثبات نیرم نه رتی کنی میره خانم الان این چه رفتار زشتی تو داری حالا این بچه تو داری میگی این بچه میخوام با خودم و این بچه مادر میخواد بچه مادر میخوام ولی ما خوی خوام الان بچه تخته ما خسیته بچه خون تخته بچه خون هم حق داره قرمو خوب زفتشو کنم حق کنه خوب زفتشو کنم بهتر زفتشو کنم بهتر بچه وارسی کنم بهتر هر مادری بو خوش نمیکنه هر مادری بو خوش نمیکنه تنونی مادر تنونی خودت چه دونستی ما بگو تو چه سوال نداری تخه بازار هستی ما بگو خود تخه انا گوشم نگرفتی اگه گوشم بگرفتی نمیای با همین آقا ازدواج کنی خواستم اصلا فرنگی بزنم من بهش گفتم یه کلمه دلیره الان واقعا خجالت میشه این چه رفتاری انجام میدی من الان باید احترام دارم هیچ یعنی نگم نه من احترام داشتم سیدی اون الان به اسم شهاب احترام اومده میزانی مثلا الان مدینه خانم بیاندازی بیرون آقا شهاب پیدا میشه باید نمیدونی تا پیدا بشه باید کو عاشقش بشه عاشقش بی عاشقش بی حالا مدینه خانم الان باری ما دست چشمی چند روز نگران شیم شب روز نگران شیم
مخمن ناراحت خیلی نگرانی میمون مخمن ناراحت نه میره نه ناراحتی. اگر بایی بچه ناراحت مثلا تو نونی زبکنی تا وقت به اوش برسه تا وقت سه شو زرتش. نونی سه نون زرتش. نیتری نونی الان آقا شهاب رفته پیش دکتر گوشش خاموش شده مقصر این خانم حتما یه ناراحتی داره چه این خانم چه زنگ نزده چه گوشش خاموش شده حتما هیچ ناراحتی ناراحتی نداری یا چرا؟ غایری داره. یا غایری من خودم شاهد ناظر بودم هیچ اتفاقی نیفتاد شاید سیتون نگده بود شاید مثلا تیر نه بوسی زنش نگوسی بچهش نگوسی وقتی ناراحت بود نگران بود الان خدای دون فرار داره و ناراحتی و این مثلا گربه پیش دو همه ناراحت چه رفته هیچ ایمان ناراحتی خبر نداشت. که پدرش مادرش یا برادرش خبر من نشه ناراحتی انداش به دستش داشت تا چند می بیمارستون بی نه. دستش ایره خراب بی پا و پاش عمل کردن زین ما دستش سیتن پیشا و دیارش نمی ایما سیتن اومنتش من نه بچه‌دیم بیمته ایما سیتن حالا خب داخل بیمارستان من رفته تو پیش میگه جام سیتن من ما نمیته هم ایزان چه ناراحت دیدیم ایزان چه مثلا همیشه با این میره بعد بسی چه با شورش بسی چه مثل شما بسی چه. از آزانیرا ایمان هم دیدیم ده هلاش ده سنوبی نخواستیم زندگیشو خراب بود الان خشی خاطر زندگیش خراب بود الان خشی خاطر الان اینو میخوای اینو از خونه بیاندازی بیرون مثلا چرا ربطی به آقا شهاب داره مشکل اینجوری که مشکل حل نمیشه ما حالا به جای اینکه بشینی هم شاب هر روزی بود ایجاده همین اون روز سوا ایجاده تکلیف اینو باشه مشخصی 100% خیلی مشخصه من درام تو چکم اگر گوشه فقط ایجاده بیای اگر مسوسین نکنی حاشا نه، من هیچ وقت مسوس- حرفش نزنی صحبتش بخصوصی نبتری کنم فقط ایجاده بیام اونه بخصوصی نبتری کنم خب مثلا الان این خونه زندگی چی شکلی چی میگه شلفت ریز نام مثلا منو چه پرال منو دار درختر داشت زندگی چه نه اونو بس زندگی خب مگه الان مگه زندگی خب مگه زندگی اشاعه چی شد مگه ما چه مشکلی داره چه عیب و نقصی دارن زندگی اشاره زندگی اشاره بوسه به همین برای و کو برای اونو بیایرو زندگی شهر یه توزیع باز زندگی کنی یو نمه تاسه شاه وجه حالا نال نو زندگی بکنم بهش که هیچ وقت کنار نیرم دویمه زیادار کردی نیرم خب مادر بزرگ بسه داره میترسه داره جریه میکنه یکم فکر کن نگاه بسه کن داره خرس میریزه خب مگه دیروز بهت نگفتن یهویی شد اصلا از بیمارستان پیش دکترش اومد گفت باز سری بری شیراز به خاطر دستش یکم گود شده بود مقام حمیده و شاه گفتم من نیام تدای با تو مهم نیست چون بیام خطو بریم نه. خواستی چه خشون آمد درست میگه مدینه خانم خودش گفت قبول نشد ما به قبول ما به خون پسرت و دخترت گفت اگه من نمیرم شما برید یه سری به پدر مادری بچه بدن من نیرم درسته با چینش هم پای کنه با مثلا من میتونم چیز پای بده پسرین منه با چینه من هم پای کنه با احترام هم داشته و نه ما احترام شم نارو همین الان چطوری می داخل با صحبت کردی الان نه الان و جای دوی منی چطوری خیلی با صحبت کردی وقتی به تو خیلی مدن یعنی چه وقتی درم نچردی من مزبور رو چهار بگم مزبور رو چهار بگم خود درس تمام هاش بس من ظرفی به چون اومده باشم تو در برند تو دوست نداری ما بیای میرو انا حسن کلاس رای ما فارسی اسلام رفت دوست نداری ما بیای میرو همین سنه همین آسو همین کاسه وقتی دوست نداری دیگه میخوای انشالله شاه وجد بیا ایرو انشالله به این بتری کنم انشالله صدا تکلیف دادم مشخصه کنم خون یا اگر بخاطر بخوای یا خب تو اگه- بخوا حالا انشالله که آقا شاه برمیاد بعد چه مشکلی با این خانم داری مشکلاتش همین مشکلات همین آورده اصلا الان تو فقط به دنبال بهونه ای میگی آقا شاه آقا شاه نه حتما میرسیش باش دعوا کردی باش هر چیز خیلی چیزی زندگی نیچه قصاد روز چیزی بهش بده و هم مزبور بی الان هم همین حالا آقا شاه پیدا شد دیگه جای هیچ بهونه ای نمیمونه آقا شاه اومد دیگه هیچ بهونه ای دیگه نمیتونی بیاری اگر خوب زندگیشو خوب و روزگارشو خوبه. نه اما اگر بخوام نه خوب و همین آز و همین کاسه قبول نکنه بگو سنه خب حالا بچه ترسید مادر بزرگ یکم فکر کن بچه ترسیده خوب باشه نه بچه من سونی میبرم چون نترسه خب نیاز به مادر داره مثلا پشتر زن چی خیلی نه تو ببری شیر خوشگل به بچه بده
سرا ربطی. پدر سازن سیته. اگر سازن مثلا سیته. فرهنگی به شیر خشه بشه دا سینه خشه بشه دا سیته دای سازن شو که انا خان بچه بخشو سیته سازن شو. نه استادان چون درست او چسی چون مریض بود من تا تلسون شیخه مدامش انا خان شیخه. او چسی چون مریض بود چه مریض بود و نتره مثلا شیر بده نتره مثلا سینه شه من دهنه بسه و نسی هست ساختن نسی که سور موند گنده ای واسطه مثلا شیر نیست خیلی خود بود نه بچه چه لاغر بود بچه همیشه تو روش بی. به خاطر چه شیر به خاطر چه شیر خره هم جی. برادر بچه قرار برای گوشی خوش کنه به می بچه خیلی دمش بچه دلیل ما بخواین برم تو برم. خیلی دمش وقتی تو به سینه خب بچه داخل بغل مادر بیشتر آروم میشه تا بغل یه چیزی همه اسرا بلند بس اسرا بلند هر تامو هجری زله درو بیری به تای دغه بشین هیچ نه چی تفکری امنی تو مثلا پسونه چی میمونه یا لاچ چه دوری دیگه بچه دی سیستم سینه خب این همه مردم این کارو میکنن اونا دارن اشتباه میکنن شیر نداره مگه میشه همه مردم مریض باشن هیچ مریضی نداره یا مثلا چون بس اشاعره نمونه فکر کنه یه چی بده وی بس دیگه مثلا همه خوبه نه شیر خشن نه شیر خوش من تا تلسون شیخه مداشت نه دارو سی بس ها قوی نه چه قوی دا مثلا سی بس الان مثلا از شیر خوش داره بچه موندای اونه الان کامل واضح فقط به دنبال به اونه چی خانم بیاندازی بید اصلا هیچ دنبال هیچ وقت نیامده الان اول که آقا گفتی آقا به اونه ودی آقا شاه بعد گفتی نمیدم مدینه نمیذار شاه بیاد پیش ما دوباره داری به بچه گیر میدی یه چند فکر کن حیا داشته باش خب کتیره میبینن سکو ترتی بینه چه داره چه بشیده خب سترا سینه کشه خب شیر خوش که کاملا هم بهداشتیه نه بهداشتی هم بون نباتی علامت استانداردن داره نه یه اشاعره اصلا نونش اصلا این شیر خوش سنی شیر خوش مثل مرغ مصنوی مثل چیز من مصنوی نیستم شاه اما شیخ خوشی و سواد داری من هم ببین سوادم اما مثلا چی دونم حالا چون بالای چون دیدم عجمه بچه اشایریوم نونم شاب سس شیر خوش که اون خب کاملا استاندارد بهداشتیه درسته چه بهداشتی اما سرا چون چه خوش شیر داره شیر خوش صد اگه بعد بس نه بعضی چیز داره دیگه بچه تو به یه شیری چسبی بچه هم گیره میدی یه مرغ مصنوی با یه مرغ بومی مثل همه به نظرت حالا بس الان ول کنیم این بنده خدای بچه خب حالا مثلا این بچه کوچش چه گناهی داری بهش گیر میدی گناهی نداره این بچه این مادرش گناه داره این مادرش داره خلافی کنه این مادرش خلاف دیشی کنه گوش نیجر محلی نه مثلا داره اذیتی کنه حالا شما به جای اینکه بیا با عروستون بشینین هم فکری کنین مشورت کنین یه فکر کنین برای آقا شاه دارین به این بچه گیر میدی والا بهش میگه وای عروس یه رات یه حساب یه برنامه قبول نکنه وقتی قبول نکنه وقتی سوال ناره داش نکنه وقتی داش نکنه ما هم داریم این حرف رو بزنیم درسته من 9 تا 10 تا واسه جو بزنیم میگم که همین یک چیزی نسیگش کن خب الان تو میای محکم در خب تو الان میای به جای اینکه بیای سلام آروم در بزنی در اون میکوبی میای این قضیه شاب و سر مدینه خانو خالی میکنی معلوم که مقصر تو هستی مقصری است 100% مقصر خشه چون ما همون زمان به همه خاطری چه اصلا دونستم که مثلا نامزد دونستم چه شوهر نامزد تو زد دونستم چه خانواده تو زد چه ما خالص بودیم خب الان با بیرون انداختن مدینه خانم چه مشکلی حل میشه مشکل همه یا باید گوش بزنه یا اگر گوش بزنه بیرون برن حرف زورش آرام نمیده وقتی اون بالا آساف من هم که باشم حرف زور رو گوش نمیکنم خب آقا شاه من برای این خونه طبقه اول خیلی زحمت کشید من خودم شاهد بودم از چیلی چلیم بریم و تا بریم بالا ساختمون رقمش کنیم بریم بالا در کاری به این رو همه دیداش آساسونه نما درست شدیم دستشوی داخل بدر ما درست شدیم درست بکنیم به اصرار حمیده ماما رو بریم خب حمیده اصراری ما به امانت باز الان پدر مادر شهابتو حالا از کجا معلوم که حمید خانم تو صدار نشه که گوشی رو از روی مدینه خانم قطع کنه تو بهش نگفتی؟ نه اصلا اون نگو وقتی خچی بینی رواجه بینه من الان زنش زنم بازم گوشی رو اشغالی کنم نخواه زنش بزنی بی زحمتی تشریف تا با یا یه چی مای بود
نه هیچ وقت نمیتونم این حرف گوش کنم. خسیتو میگم یا من الان احترام تمام دارم میخوام روی منو بوده. نه یا گوشی جوری نه گوشی جرا نرم در سه چه زنده من دوستش دارم. نه خانم بچه گناه داره این چه رفتاری یه چند فش کن بچه دلیل خیلی مسئولی. بچه نیاز به مادر داره الان چرا به من گیر میدی؟ اصلا واضحه همه مقصرات پیش خودته نه باید فیلم بجاره نه باید فیلم بجاره هر بار یه بهونه میاری خودش من خزیان همه ننده همه سر با همه سر خب من دارم وظیفه‌مو انجام میدم هیچ کسی مثل من مثلا به کنجا بکنم الان 8 ماه شد سوام مسئولی. نه چرا احترام تا دارم هیچ چیزی هیچ میرم نه هیچ نه اما اگر یه طالب وصلی بس باباش بردیش خیلی نه مشاب هیچ دلیل نمیشه دویدو ها واش ما چه دنیا شد نیرم خب خانم چند لحظه ویلش کن یه چند فش کن ای بنده خدا ای چه ته فیلم یادوی بنده خدا گوش نیست ما یه رات حساب دی برنامه یه چیزی دیگو الان مثلا مقصر اینه آقا شهاب گوشیش خاموشه مقصر اینه های با حرف ما رو گوش کنه تا برای مدینه مجه مدینه خانم علم غیب داشته میخواد شهاب این به داستش بشه حالا نگاه به بچه کن داره گریه میکنه اشک میریزه باید هم چطور مادر میخوام مثلا بشه سوری بریم ابوها گوش نجا ابوها محل ابوها باش میره شنانه اگر بخوای بابا سرشنانه مثلا تو زفت کنه نه تو زفتش کنه نه من نظر تو چه فیلم داره تو زفتش کنه یا موقعی بهتر یا موقع مسئله خالی نظام ببره خب الان این بچه دسته خدونه چه مثلا حیوان مثلا گوشت حیوان یا مثلا شیرش یا مثلا روغنش بهتره خب بیر شیر و ماسی و بسه بهتره حالا من خواهیم فکر کنم بچه خوابش من بریش داخل پشه بند تا یه کم بخوابه این الان داره خسته بچه خسته است روز بسه خسته مدینه خانم بذارش داخل پشه بند تا بخوابه نه بابا برات بس انا خلي انا داخل پشه بند بچه اصلا نیره بس انا خلي بالي وقتی خب بچه پیش تو نمیخوابه نه خب بس نظارت کن بچه پیش تو نمیخوابه نه خب بس نظارت کن بس انا خب بس نظارت کن نامه چما که بی الان 8 ماه کنه کوری بیریم من هم تو بسینه ده هیچ وقت نمیگم نه دوباره ببرم نه بس انا منم حیات بسینه ده حالا یه چند فکر کن حالا خودت میگی پسر برادر حالا چند لحظه خودت میگی پسر برادر مدینه میاد اینجا سر صدا را میاد الان خودت بیشتر داری سر صدا میکنی زشت در همسایه وقتی محل من مجبورم سستا کنم عصبانیم کنه مثلا دالوام مثلا سنم بالای مثلا وزن راحتم دستام میبرم بالا باید کار کنم من الان تا الان هیچ نه دست بردم ولی نه بی احترامیت کردم میخوام من بی احترامی کنم وقتی گوش نجرم بی احترامی وقتی گوش نجرم بی احترام هر چی میگم دوست شاه بیاد تسلیم نباشم شکر نه نیست فکر نیست مدینه خانم بچه رو ببر داخل نیلو خانم بی زحمت التماس ولش کن نه زشت همسایه اینجا آرامش میخواد باید شرط تو تعریضی چی مثلا من روز زاکنه من بچه‌ها مگه الان سینه بشه خوش نه خواهش تصمیم بگیرم من خودم درست بزرگ تقوی کنی خب حداقل نمیذار اینو ببرش داخل مگه نیرو بچه با پیش خودم باشه خب ببرش داخل نه من خودم درست خوابش میاد نگاه کن تصمیم بگیرم زنده دو نه میرم تو برای داخل بس من دارم خدا خب حداقل خودت یه لحظه ببرش داخل گناه داره این طفل معصوم مدینه خانم ناراحت نباش نه الان اون خانم داره حرف زور میذاره به هیچ جا نمیرسه نگران نباش الان پاشو برو بچه رو ازش بشیر بذار داخل پشه بندش تا بخوابه پاشو گریه نکن مدینه خانم پاشو بچه رو ازش بشیر بذار داخل پشه بند تا بخوابه يعني هسه ما قلت قولي كنت بالمدى داخل نه هسه قولي نه خباب بقول حطها بالمكان نيرم سيتي هون زنده هون زندگی الخطه ولی نباید زوری باشه افتاد کنی الان بچه ما هی جوریه ما بخونمش یا صحبت الملک تا بخونمش خانم بذار الان این بچه چه کنه بذارش داخل پشه بند تا بخوابه خب درسته
درست داخل فرشه بغلا. بیا بسون طبخه واسه. بچه گناه داره ترسیده. درسته. مثلا باید درست ضبط کنی نه ترسه. یه هم اصلا بلند بشه ترس. باشه. ترس را بلند. نه. تربوز نیست. وقتی ساعت خب دینا اینو شاسابی تلویزیون رو بالا ساعت میره. عصبانی مسئله میبرم بالا. وقتی عصبانی وقتی تو گوش میگیری معنی کار راه خطره من اعصابم خوبه. ولی عدنی خیلی سوزافته که راست نخته بدش یا هم میگم تو بچه متوی نه عدون نسینه الان این بچه خب مادر الان این بچه قبل این که بازیگوش داشت بازی میکرد داشت اصلا خیلی خوشحال الان به چه وضعیتی انداختیش داره گریه میکنه یه چند فکر کن دوست وقتی دیگه زفته کنه من عصبانی بود بری الان چه رفتاری نه یا من چرتونو بده بری الان بچه من ترسه سعی جریبه میخوام هیچ بی احترامیت کنم میخوام هیچ بی احترامیت کنم میرم زوم بزن من خانم زشته خانم این چه رفتاری گناه داره اصلا آدم با دشمن خودش این رفتارا رو میکنه خب مثلا من نیتم الان این بچه داره گریه میکنه یه کم خجالت بکش واقعا خجالت این خجالت آوره خلاص برای چی مقصری؟ این موضوع روش پدر مادرش خبر نکه همه چرتون بالا یوسف خان گرنده بده اشترش بیاره کش خانه آمدن استاد صاحب مال آماده بود یه بر اشایلی خاکی لبنی بسر ما همون نه نیست منه تا الان که گفتی 20 سواد یه چیزش نمیشه الان میخواد نه من زبونش چیز گرنه مثلا چی براشون خانواده‌اش نه زبونش الان ببین الان یکی من خجالتشی خوبه خب نه نیست حالا برادرش یه مرد بزرگیه داری بهش تهمت دزدی و سرقت چی میزنی یه چیز داشت شاید چیز داشت خیلی آدم خوب هم خیلی هم نی حالا بعد گفتم رفتم صبح اومدم تا شابه نیسته بار نپیرانه رو بده هر چی دیگه به تی خود بین از اینی کنیم تدر بچه نهامتی سونام ایران خداحافظ اگر دیگه میرم نه بچه نه خانم الان شما داری حرف زور میزنی نه بزرگ هم واقعی سوی میرم صبح بیاد الان اول شما گفتی شاه بعد بس بوی روی بچه بعد اون تغذیه بچه بهداشت بچه الان رفتی تهمت دزدی به خانواده‌اش میزنی اصلا یکم خجالت بکش با همه چه واقعیت گفتم نه باید این موسی خوشگل خدای دونه من سینی بود چه بهداشت خب بهداشتی کاملا بهداشتی نه خب سوال نداره روشو بخونی این خانم او آقانه پیرانه چه حالا انشالله چی پیدا میشه اگر پیرانه چه خیلی چه دورم وای به روزگارش از این کم زدن نه من رو براش کاتونه که روسی چه یه تدیدی یه تدیدی که من تا برای گزارش کنم مثلا یعنی بچه منه زور میاره بچه تخلیص هستی خوز هستی که مهندم تنیره میرم صبح ایران خب الان خوبه مدینه خانم بگه شاب چه تصادف شد دستش اینجوری شد بگه خوبه چی بگه مقصر تو بودی نه خطایی نه تعمل عتای میدونی برای هم قصه صاحب میبینی اما سونجه عاشقش بیده تیش بیده خواستش خطرنامه باسه دواسته نشونه خب تنیره میرم اما اگر فردا صبح اومدم یا آقا شام نیبی وای بسعی دویبی وای به حال توسم الان این خانم احترام بزرگی تو رو دایسی میدی بعد میتونی شکایت هم بهت کنی داری میاد داخل خونه خودش تهدیدش میکنی اصلا این قانونی بخوابری خیلی برات بد براتون میشه چون که تجربه نداره همه مقصرها این هستن هستی میرن اما صبح یا میره اگر چه فردا صبح هم اگر چه اشتها پیانه و بیوایی بسه داشت جریه میشه میرم شکایت کنم
نفس کازی یه وسرای بلند بگیری یه وسرای بلند خدا زشت در همسایه اینجا. خدا علی هاتی بو خدا درم پرسید این اصلا در چجوری میزنه بچه رو ترسون. نه 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 الینا رو بخوا گناه داره بچه. بچه ترسید. حالا من خواهم ناراحت نباش جری نکن. میریم داخل خود من چه صبح رفتم حالا خودت تعمیر پیگیری میکنی قشنگ سر نخی هرچی داری به دادگاه میدی پیگیری میشه. یعنی خواهم اصلا به هیچ وقت زیر بار حرفاش نگو. اون داره حرف زور میزنه خودش معلوم است میاد تو رو از میخواد تو رو از داخل خونه بیاندازه بیرون بچه رو بگیره بعد دوباره تهمت دزدی به خانوادت میزنه. اصلا زیر بار حرفاش اصلا نرو. خیلی اصلا داره توهین میکنه ما هم به بزرگی نه ما به اتهام بزرگیش هیچی بهش نمیگه داره به ما هم توهین میکنه. ما داریم وظیفه‌مون انجام میدیم. من ده چند تا یه پوش میکنیم باش مثلا کلاس بیای فقط بیای روز آبروشه برام اصلا حرف زور میگه شوهرم داره دنبال حالا شوهرش رو با تو مقایسه میکنه که یه زنی بچه داری یه بچه شیرخوار. همه کارو میکردن سر قبلی همه انتظارم داشت. نه شوهرش خوبه بعد شوهرش هم طوری میذاش این رفتار هم میخوشه داد شاید حالا همونه گفت زندگیت میتونی آیسمون دویش از این تصمیم میگره حالا رفتی داخل کلانتر با مواظب باشیم اونجا در مکانهای عمومی مثل بیمارستان و دادگاه و کلانتر اینا اجازه نمیدن فیلم برداری باید مواظب باشیم. دیگه خانم هر کاری داری انجام بده تا بریم. باشه تا باید این مزاده بود با آقا جواد میخوایی تماس بگیری؟ الو الو خوبه؟ ممنون سلامتی زنه زیرش هم گوشت روشنه چه؟ آخه مزنه خاموش
زنزیر گوشش خاموشه هیچی همش پیدا نشدیم میخوام بیام بالا سوچه هرچی فکر کنم این رو بواسم دویش دف چیایم ایره یخوام تو اومده های ازیت میکنه تا شما خوش وجرده بیایی نه بیام اون رو بهتره او دفعه ما تعدیدان چه اون رو همه النا نمیسی خواستم تو بومده تا وزود فی مردار اینشی تا واسه ها ممنون من بعدنی بخوایی من او دفعه نگفتم دوی شما تو من میرم اون رو همه خب الان خب الان ما بسونه الان اون رو الان وزود خب فی مردارشی سیدی انت اريد دونو كون على يجمع تو دوامي على يجمع تو دوامي براده الان جي يران الصوب يوم ما شاب نيربي يران يكنت دابش قاطع كنا دوران تسون جو دوست ما تنا بسم ده هاخد مقصي لا لا ياخد مقصي متس مقصي داشت يجي تمقصي هم الان سكر خب باش ما هیچ هم ورش نگفتم ولی یه دفعه اومده دونه چی تشکیل کنم هیچ گاه جفتر احترام رو داشتم نه چرا و وقتی من تو بسده بسم حیات نرفتم ازم نگاه ما تا شاور جدی ایرو ترجمه باشم مشخصی کنم که از همین لیل مچ تا شاه بیایی خب باش ولی خوش زوری دریزه تمام رفتم ورود وقتی هم قارنه اگه سیسده رو باز نچردی ولی آیت سی تلف داشتم خب باشه باشه خلاص حالا ما تا این فیلم تمام کنیم بریم داخل کلانتر ببینیم دیگه چیزی به پایان